الله سبحانه وتعالى در سوره بقره فضیلت حضرت آدم علیه السلام را بیان کرد. الله تعالی گفت که وعلم آدم الاسماء کلها. الله تعالی نام تمام مخلوق ها و موجود ها را به حضرت آدم علیه السلام تعلیم داد. یعنی این کوه است، این اسب است، گفته الله تعالی نام موجودات را به حضرت آدم علیه السلام تعلیم داد. وعلم آدم الاسماء کلها. الله تعالی به حضرت آدم تمام نام ها را تعلیم داد. نه فقط نام ها را. اسم این نام است. مسما این چیزی که صاحب نام است. مثلا سنگ، کلمه سنگ این اسم است، لیکن خود سنگ مسما هست. یعنی هم مسما را تعلیم داد که انا همین سنگ است، این شتر است. حتی بعض مفسرها رحمت الله علیهم میگویند که الله تعالی هم اسم کبیر و اسم مصغرش را هم تعلیم داد. مثلا قصعتون طبق است و این چونین صیغه تصغیرش یعنی طبقچه. چخیلی که حسن نام دارد لیکن حسینش حسنچه هست، یعنی صیغه تصغیر میگن. انس اونیس، انس انسچه. حتی همین ها را هم تعلیم داد. و بعض علما در تفسیر این آیت گفتند که الله تعالی تمام چیز را تعلیم داد به حضرت آدم علیه السلام. حتی زبان ها هم که 7000 زبان هست عین حال، ولی بودند بعضی زبان هایی که نابود شدن، مزمحل شدن، از بین رفت، یا بعضی زبان هایی که کم استفاده شدند، زبانی مشهور نیست. مثلا الان از همه زبان مشهور این زبان انگلیسی هست و بعد از آن زبان عربی هست و اینچنین زبان خطایی هست از سبب بسیار بودن اهالی مردم خطای. و اینچنین زبان خطایی هم یکی از قدیمترین زبان ها هست. 10 قدیمترین زبان ها هست، یکی آن زبان خطایی هست. یعنی الله تعالی همه این نام ها را به حضرت آدم علیه السلام تعلیم داد. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه. سپس همون مسماها را، همون اشیاها را، مثلا کوه و درخت و اسب و موجودات را به فرشته ها پیشنهاد کرد. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. ای فرشته ها، اگر شما راستگوی باشید در کدام قول؟ در آن قولشون که پروردگارا برای چی تو آدم را می آفری؟ آدم مانند جن ها هم در روی زمین فسادکاری میکند، خون ریزی میکند. چی لازم؟ ما باشیم تو را تسبیح میگوییم، تو را ذکر میکنیم، یعنی ما همیشه در طاعت و عبادت تو هستیم گفته بودند. الله تعالی گفته بود که اینی اعلم ما لا تعلمون. من چیزهایی را میدانم که شما نمیدانید. اون نام ها را الله تعالی به حضرت آدم علیه السلام تعلیم داد. سپس به فرشته ها گفت که انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اگر شما راستگوی باشید در آن قولتان که ما از آدم بهتر، گفتن اگر همون قولتان راست باشد شما نام این مخلوقات را به من خبر دهید. قال یا آدم انبئهم باسمائهم. اونا نتوانستند، گفتند که سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. پروردگارا تو پاک هستی، ما هیچ علمی نداریم مگر آن علمی که تو به ما تعلیم دادی. یعنی ما نام این مخلوقات را نمیدانیم. گفتم بعد الله تعالی که یا آدم انبئهم باسمائهم. ای آدم به فرشته ها نام این موجودات را خبر ده. از نام این موجودات فرشته ها را آگاه کن. فلما انبأهم باسمائهم قال علم اقول لكم اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقتی که حضرت آدم نام موجودات را گفتند، چیزی که فرشته ها ندانستند، بعد الله تعالی که ای فرشته ها، مگر من به شما نگفتم که من غیبی آسمان های و زمین ها را میدانم؟
آن چیزی که شما آشکارا میکنید و پنهان میکنید من همه چیز را میدانم مگر من همین خیلی نگفتم. یعنی فرشته ها را الله تعالی تنبیه داد. یه مراتبه به همین آیت نگاه کنید. حضرت آدم در اینجا علم دینی داشتند یا علم دنیوی؟ نام مخلوقات را دانستند. مثلا این نوع تلفن مثلا سامسونگ است، اینش مثلا آیفون است گفتن. علم دینی هست یا علم دنیوی هست؟ این علم دنیوی هست، چون که علم دینی درباره الله تعالی و شریعت آیدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سخن میکند با دلیل ها. علم دنیوی هر چیزی که آیدی دنیا هست. ببینید حضرت آدم علیه السلام نام موجودات را دانستند، فرشته ها ندانستند. بعد الله تعالی چی گفت؟ و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرین. ما به فرشته ها گفتیم، الله تعالی میگوید اسجدوا لآدم، با آدم سری تعظیم فرورید، سجده کنید. این سجده بعض آدم ها از مفسرین میگن که مراد از این سجده سجده انحنا میگن، یعنی سجده تعظیم، سری فرود آرید به بزرگی آدم علیه السلام دیگر قائل شوید، سری تعظیم خم کنید. یک معنایش سجده حقیقی که ما در نماز سجده میکنیم، لیکن بعضی علما گفتن که این سجده اصلا به الله بودو، لیکن آنها به طرف آدم علیه السلام نگاه کرده سجده کردند. امر همین خیل شد. حضرت آدم در قبله فرشته ها ایستادند، فرشته ها به الله تعالی سجده کردند، لیکن بین الله تعالی و بین فرشته ها آدم علیه السلام بود. بنابراین از همین جا شاید بعضی علما اشاره کردند که کلمه قبلگاه، بعضی مردم تاجیک پدر را قبلگاه میگن، شاید گفتن سببی پدر را قبلگاه گفتن از همین جا باشد، چون که حضرت آدم علیه السلام پدری آدمیزاد هستند، ابوالبشر، پدری تمام انسانیت هستند. الله تعالی سلام و درود به حضرت آدم و به جمله پیغمبرها و علل خصوص به پایان و خاتمه ایشان به جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام و درود فرستاند. خلاصه حضرت آدم علیه السلام ببینید در اینجا الله تعالی اشاره به مقام عالی. ببینید حضرت آدم علیه السلام الله تعالی میداند که گناه میکنند. فعصى آدم ربه فغوى، آدم پروردگارش را گناهکاری کرد و برای کج رفت. میداند الله تعالی که آدم گناهکاری میکنه از جنت رانده میشد، لیکن فرشته ها چی؟ فرشته ها لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. فرشته ها الله تعالی را گناه نمیکنند، همیشه در اطاعت الله تعالی هستند، فرمان های الله تعالی را اجرا میکنند. لیکن ببینید که فرشته که گناه نمیکنه، در بین آنها جبریل و میکائیل و ملک الموت و اسرافیل و بزرگان فرشتگان هستند. حتی بعضی فرشته ها را پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کردند که یک فرشته را وقتی که الله تعالی آفرید الله اکبر گفته به سجده رفته بود است، سبحان ربی الاعلی گفته در سجده الله تعالی را ذکر میکند. روز قیامت سرش را میبردارد، روز قیامت سر میبردارد. سبحان الله میگفت است که سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، پروردگارا تو پاک هستی، ما در حقیقت اطاعت تو را به جا آوردیم، بندگی تو را به جا آوردیم. روز قیامت سرش را میبردارد. فرشته ها در اطاعت هستند، لیکن برای چی الله تعالی فرشتگانی که گناه نمیکنند همیشه در طاعت هستند به آدم علیه السلام سجده کن گفت؟ به کدام خاطر؟ به خاطر علم، اون هم با علم دنیوی برادرها. چی جای علم دینی؟ ببینید و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم،
شما یه مراتب به خاطر بیارید ای پیغمبر صلی الله علیه و ای امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. چون وقتی که ما به فرشتگان گفتیم که اسجدوا لآدم، با آدم سجده کنید، اسجدوا لآدم، با آدم سجده کنید، فسجدوا، همه سجده کرده الا ابلیس، مگر ابلیس که این نامی شیطان است، یک شیطان. ابلیس سری تعظیم به علم نآورد، باید در پیشگاه علم سری تعظیم، سری خاکساری باید آورد، زانوی ادب در نزد اهل علم میشد و الا علم نمیگیرید. ببینید نتیجه فرشته ها رو بینید که به علم سرخم کردند، خاکساری کردند. اگر به علم خاکساری نکنید علم نمیگیرید. فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردن غیر ابلیس ابا، سرکشی کرد. ببینید یک سجده نکرد، اونم برای آدم. پس چی جای آنهایی که به الله سجده نمیکنند؟ در یک روز 17 رکعت فرض است، هر یک رکعت 2 سجده دارد، 34 میشد. 34 مراتب فرمان الله تعالی رو انکار میکنه. آدمی که نمازخوان نیست در یک شبانه روز 34 مراتبه از امر پروردگار سرکشی میکند. شیطان ابلیس یه مراتبه سجده نکرد، اونم برای آدم علیه السلام. چی شد؟ ابا، سرکشی کرد و استکبر، کلانیگری کرد و کان من الکافرین، از جمله کافرها شد. دنیا آخرتش سوخت، نه علمش فایده داد، نه آن عبادت هایی که چندین هزارها سالها پیشتر انجام داده بود فایده نداد. خلاصه برادرای عزیز، نقطه مهم این است که حضرت آدم علم دنیوی داشتن در اینجا. وقتی که به علم دنیوی هم سری فرود نآورد، عاقبتش چی شد؟